بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به صفحه وان جماعت. در این ویدیو شما را یاد می دهم آموزش ساختن فیسبوک پیج. شیر، لایک، فالو یادتان نره. ادامه در ویدیو. اول وارد اپلیکیشن فیسبوک میشیم و در قسمت بالا دستراز بالا سه نقطه کلیک میکنیم و در اینجا نشان میده آپشن کرییت فیسبوک پیج، بالاش کلیک میکنیم و در اینجا من نام فیسبوک پیج خود را میمانم وان جماعت 2026 و بعدا بالای کلید نکست فشار میدم و در اینجا کاتگوری سوشال میدیا و شاپینگ سرویس ماندیم و شما میتونید تغییر بدین. بعدا هم فعلا مانده میره، بعدا تغییر میتم و در اینجا معلومات خود را من اضافه میکنم. بعضی معلومات خود را فعلا نه، بعدا من میخوایم اینا را اضافه بکنم. فقط ایمیل آدرس خود را من در اینجا اضافه میکنم و در اینجا بعضی آپشن های دیگه هم هست، به خاطر که فیسبوک پیج به خاطر تجاری می باشد و در اینجا هارز یا اوقات کاری را میمونم always open. بالا نکست کلیک میکنم. در این قسمت شما میتونین عکس پروفایل تان و عکس بنر تان انتخاب بکنین. فعلا هم میتونین و بعدا هم میتونین و بعدا کلید نکست را فشار میدیم. باز هم نکست فشار میدیم و در اینجا دان کلیک میکنیم. بله دوستان از قسمی که شما میبینین فیسبوک پیج ما آماده است و در اینجا باز هم کلید نکست فشار میدیم یا میتونین اسکیپ بکنین، مشکل ندارم. من نکست فشار میدم، باز هم نکست فشار میدیم و در اینجا گو تو فید هم میتونین و اسکیپ هم میتونین، مشکل ندارن. من بالای گو تو فید کلیک میکنم. بله دوستان عزیز، فیسبوک پیج ما آماده هستن و باز هم بالا سه نقطه کلیک میکنیم دست راست بالا و در اینجا شما میبینین فیسبوک پیج ما بالا فرندز میریم، فرند نداریم و بالا ویدیو میریم، ویدیو هم نیست، نوتیفیکیشن هم چیزی نیستن. باز هم بالا سه نقطه کلیک میکنیم و در اینجا میبینین که از ما اینجا دو تا وان جماعت 2026 فیسبوک پیج ماست و فیسبوک ما وان جماعت جماعتی هستن و این هم دوستان عزیز فیسبوک پیج ما. دوستان عزیز باز میریم دوباره داخل فیسبوک پیج ما، فیسبوک رو باز میکنم اپلیکیشنش، بعدا بالای سه نقطه کلیک میکنیم یا عکس پروفایل خود که من چی تغییراتی آوردیم بالایش و در اینجا قسم که شما میبینین بالای پروفایلم میرم و در اینجا وان جماعت جماعتی 2026 فیسبوک پیج ماست. داخل فیسبوک پیج هستم فعلا. بالای پروفایل خود کلیک میکنیم که در اینجا ما چی تغییراتی آوردیم، عکس های خود، پروفایل خود را و تمام لینک هایی که ما در دیگه صفحات مجازی بودن از ما اونا رو کلش ما در اینجا اپلود کردیم. قسمی که شما میبینین از یوتیوب و تریت و تیک تاک و اینستاگرام کلش در اینجا هستن. شما میتونین با یک بارگی هم این معلومات را اضافه بکنین و در مرور زمان هم میتونین معلومات خود را اضافه بکنین. بک میریم و در اینجا بالای پست خود میریم، پست هایی که من در فیسبوک پیج خود انجام دادیم و بعدا بالای about کلیک میکنیم و اینی درباره about فیسبوک پیج ماست. بعدا بالای فوتوز میریم، این معلومات های از بخش فوتوز. بعدا بالای ریلز کلیک میکنیم، این هم دوستان عزیز ویدیوهایی که ما اپلود کردیم در ریلز فیسبوک پیجم و بعدا بالای مور کلیک میکنیم و در اینجا ایونتس و مومنتس هست که چیزی فعلا نداریم. این بخش نوتیفیکیشن است، چیزی خاصی نیست در اینجا. بالای پروفایل خود پس دوباره میریم. دوستان عزیز فیسبوک پیج ما آماده است.
لایک شیر فالو یادتان نره. تشکر دوستان عزیز.